یک سال پیش در این وقت مردم از بارش زیادی برف و سردی شدید صحبت میکردند. ولی حالا در بیشتر از مناطق تاجیکستان حرارت سنجها تا 20 درجه گرم نشان میدهند. این موسم زمستان تنها در بلندکوها برف بارید. آدمان کسب و کار گوناگون این حالت را رقت‌آور میدانند و میگویند پیامدی خوب ندارد. از یک سو بیماری‌های مختلف نظیر زکام زیاد شود، از سوی دیگر برای زراعت پروران موسم خوبی را به دنبال ندارد. هنگام نبردن این برف‌های موسمی زراعت‌ها و درختان میوه‌دهنده از هر گونه کسلی‌ها یا حشرات‌هایی که ضرر آور هستند آنها نیست نمی‌شوند و این باعث به پس شدن یا نیست شدن صفت زراعت‌ها و درختان میوه‌دهنده می‌گردد. هواشناسان هر لحظه از تجمع ابرها می‌خواهند به قبل از خبر برف و باران دهان شیرین کنند، ولی در آن واحد ابرها پراکنده می‌شوند. گردش سردی هم از اتلانتیکا که عمدتاً با خود برف و باران می‌آورد به نزدیکی تا به تاجیکستان رسیدنی نیست. با وجود آنکه در نیمه اول ماه ینور در وادی‌ها باران و در بلندکوها برف پیشگویی می‌شود، احتمال ساکنان برف با حضور دل را در ماه آینده بینند. و اساساً از روی پیشگویی پیشکی ما تنها در ماه فوریه احتمالاتی از معیار مقرری 1 درجه خنک آمدن حرارت هوا در یک قطار ناحیه جمهوری پیشگویی کرده می شود و احتمالاتی بردن برف‌های پای در پای احتمالاتی در ماه فوریه دارد. برخی میگویند که تغییر اقلیم جهانی به نرمشوی هوا در فصل زمستان در تاجیکستان سبب شده است. به طور مثال 3 ینور سال گذشته در منطقه میخوره شمال شهر دوشنبه قبط برف از 1 متر بالا بود، اما تا به امروز در این منطقه تنها 37 سانتی متر برف باریده است. با گفته مسئولان مرکز یخشناسی تاجیکستان، نباریدن برف زیاد و نبودن سردی ها باعث می شود که ذخیره های آبی کشور که منبع اساسیش پیریخ ها می باشند کم شود. کمشوی یخبندی یعنی که کمشوی میدان و حجم پیریخ ها به نظر می رسد. هنگام بالوروی حرارت هوا مقدار آب‌های جاری شونده از پیریخ‌ها زیاد شده، در نتیجه سرعت حرکت پیریخ‌ها زیاد می‌شود. پیریخ‌ها چون از سبب بارشات خیلی زیاد ذخیرهشون خیلی زیاد می‌شود، از حساب بارشات زیاد، از حساب بلندشوی حرارت پیریخ‌ها آب می‌شوند، ذخیره آبی هم کم می‌شود. بر طبق معلومات رسمی در 40 سال اخیر بیش از 14,000 پیریخ‌های تاجیکستان حدود 1,000 یخچال طبیعی آن کاملا از بین رفته است. 60% ذخیره‌های آبی منطقه آسیای مرکزی در تاجیکستان از پیریخ‌ها تشکل می‌یابند. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی، دوشنبه.